میخوام امروز بهت یاد بدم چجوری برای دانشگاه یه میکاپ ساده داشته باشی. سلام، امروز اومدم آموزش یه میکاپ ساده برای دانشگاه رو بهتون یاد بدم. خب مرحله اول زدن ضد آفتابه. به نظر من برای دانشگاه نیاز نیست از کرم پودرای خیلی سنگین استفاده کنین. حالا این سلیقه‌ایه، یا میتونین از پنکیک استفاده کنین یا از ضد آفتاب. حالا چون من هوا خیلی گرم و آفتابیه این روزا، ضد آفتاب رو ترجیح میدم. خب من میخوام 2 تا ضد آفتاب رو با هم ترکیب کنم، یکیش بیرنگه و یکیش هم کاور خیلی خوبی داره. خب این از ضد آفتابمون که حسابی روی صورت پخشش میکنیم تا جایی که کامل بلند بشه روی صورتمون. خب حالا اینجا میخوام از یه رژ لب صورتی که رنگ خیلی ملایم و دخترونه و خوشگلی داره استفاده کنم. این مراحلش کاملا سلیقه‌ایه. شما رنگ رژ لب و رژ گونه رو میتونین هر رنگی که خواستین انتخاب کنین، ولی خب ترجیحاً چون دانشگاه هست یه رنگ دخترونه ملایم انتخاب کنین. حالا نه قرمز جیغ و قهوه‌ای و زرشکی و اینا، یه رنگ ملایم دخترونه انتخاب کنین که هم سنتون رو کمتر نشون بده، هم برای دانشگاه مناسب تره. این هم از رژگونه جذابم که من خیلی خیلی دوستش دارم و همیشه اکثرا از این رنگ صورتی کم رنگش استفاده میکنم. امروز هم برای این آموزش میخوام از این رنگ استفاده کنم که به آرایشمون خیلی میاد و برای دانشگاه هم مناسبه. البته یادتون باشه که کم از رژگونه استفاده کنین. خب فقط در حدی از رژگونه استفاده میکنیم که صورتمون از بیحالی در بیاد و یه رنگی بگیره. خیلی نمیخوایم در حد آرایش سالنی، آرایش حالا رفتن به عروسی و مجالس و اینا استفاده کنیم. در حدی که یه حاله صورتی خیلی خوش رنگی روی گونه هامون بیافته. یکم هم به پشت پلکمون میزنیم که خوشگل تر بشه. یه خورده هم این قسمت ها میزنیم. امروز من از سایه چشم استفاده نمی کنم و میخوام فقط برای آرایش چشمم از خط چشم و ریمل استفاده کنم. دقت کنین که خط چشمتونم خیلی خیلی دخترانه و ظریف بکشین که برای دانشگاه مناسب باشه. اینم سلیقه‌ایه. میتونین به جای خط چشم مایع از خط چشم مدادی استفاده کنین. حالا میتونین حتی توی چشمتون رو یه مقدار خیلی کم با مداد مشکی سیاه بکنین. حالا من خیلی توی چشمم معمولا سیاه نمی کنم چون بهم نمیاد. برای همین اکثر مواقع، حتی اون موقعی که خودم دانشجو بودم و دانشگاه میرفتم، همیشه از خط چشم مایع استفاده میکردم. خب خط چشمم چطور شد؟ خب میریم سراغ ریمل. ریمل هم نمیخوایم خیلی زیاد استفاده کنیم در حدی که انگار مثلا موج مصنوعی زدیم. یه مقداری از ریمل استفاده میکنیم که فقط این خط چشمی که به موجه هامون کشیده شده رو اینو بیایم پاکش کنیم از روی موجمون. بچه‌ها به نظر من ریمل رو از آرایشتون حذف نکنید. میتونید حتی اصلا از خط چشم استفاده نکنین. حالا هیچ مدلش، نه مدادی که داخل چشم بزنید
نه مدل مایش که به پشت پلکتون بزنین. ولی حتما از ریمل همیشه استفاده کنین، چون چشماتون رو خیلی خوشحالت و زیبا میکنه. واقعا به نظر من رژ لب و ریمل دوتا رکن مهم آرایش هستن. بقیه چیزا حالا اگه استفاده نکنی خیلی مهم نیست معمولا، ولی ریمل و رژ لب رو همیشه باید استفاده کنی. خب اینم از مرحله آخر آرایشمون. با یه براش مناسب ابروهامون رو لیفت میدیم به سمت بالا. حالا میتونین از ژل ابرو هم استفاده کنین. من معمولا هیچی به ابرو نمیزنم، همیشه همین حالت طبیعی ابروهام هستش. زیاد ابروهامو کاری ندارم، معمولا تو آرایش به ابروهام خیلی کاری ندارم. خب بریم مقنعه سر کنیم و بیاییم. خب اینم از آموزش میکاپ ساده برای دانشگاه. امیدوارم از آموزش امروز خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.